إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. عزیزان گرامی و یاران من، مادران و خواهرانی که آوازم را با وسیله لاود اسپیکر میشنوند، مجددا آرزومندم برای شنیدن فرمان لرزاننده جهان بشریت یعنی قرآن کریم و برای شنیدن قول رسول الله صلی الله علیه و سلم خویش را آماده سازند. دوستان و یاران، همانطوری که وعده کرده بودم به شما پیمان داده بودم که اگر حیات باقی بود ما در ارتباط حقوق والدین شریفین یعنی حق پدر و مادر از منظر اسلام عزیز با شما صحبت داریم. اینک از الله متعال نهایت متشکرم در برابر این نعمت الهی از جهان اظهار امتنان میکنم که حیات من را تا به این لحظه باقی ماند که همین حکم در نتیجه توفیق و اراده خداوند جل شانه در پیرامون موضوعی که با شما پیمان داده بودم موفق شدم که براسیش که حقی را که اسلام عزیز برای والدین داده است فرزندان عالم اسلام را برای احترام و توقیر و عزت در برابر پدر و مادر گرامیش چنان درس و هدایت داده است که در کره زمین در هیچ دین مثال و نظیرش به سراغ نیست. ولی با تأسف به شما عرض می کنم چون که مسلمانان از اسلام عزیز و از مزایای قرآن و حدیث کنار رفته‌اند، جلو رفته‌اند و منزوی‌اند، جدا شده‌اند، همین است که در نتیجه حق پدر و مادر را نمی‌شناسند. 80% والدین پدر و مادر از فرزندانشان شاکی‌اند و شکایت می‌کنند که در برابر ما اخلاق درست ندارند. این پیامد سوی دور رفتن از نظر اسلام عزیز است. قرآن کریم در تمام مواردی که در قرآن حق پدر و مادر بیان می کند، حالا من به شما اشاره می کنم که سبک بیان قرآن از چه قرار است. الله متعال لحظه‌ای که حق خود را بالای مخلوقش بیان می کند متصل به حق خودش حق پدر و مادر را بیان می کند. باقی قضیه را فیصله را به اختیار اولاد و فرزندان آدم علی نبینا و علیه السلام موکول می کنند که شما چی فیصله صادر می کنید. از جایی که اغلباً خدا مورد را دادن نمی توانند، جایی که حق خدا بر بندگان بیان می شود متصل به آن الله قرآن کریم از حق پدر و مادر حرف می زند. از ببینید چقدر نقش زیبایی برای پدر و مادر را رفته است و در این فرمان الهی جل جلاله آیتی که من در حضور شما تلاوت کردم، این آیت در سورة
من به شما اشاره کردم هر جایی که خدا حق خود را به طور مشخص بیان میکند و خدایی خود را بر عالم انسانیت اعلام میکند متصل حق پدر و مادر را صحبت میکند که این آیت هم از آن جمله هست. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، الله متعال امر کرده است، الله متعال قضاوت کرده است، الله متعال لازم گردانیده است، فرض گردانیده است، واجب گردانیده است. چرا؟ چی فیصله را؟ اعلام اولا است که وقضا ربک امر کرده، فرمان صادر کرده، واجب کرده، لازم گردانیده، فرض گردانیده. بالای عالم انسانیت، بالای زن و مرد و پیر و جوان و همگان، بای و غریب و سیاه و سفید و بینی بلند و بینی پست، در یک جمله فیصله صادر کرده است که الله تعبدوا الا ایاه، به یگانگی قبول نکنید هیچ موجودی را مگر خدا را، بغیر از خداوند متعال هیچ کسی را به خدایی قبول نکنید. این فیصله است که طور لزوم الله متعال به عالم انسانیت صادر میکند. در این فیصله مکتب توحید و یگانگی خدا بنیاد گذاری می شود. اندیشه ها و عقیده های پوچ و بی‌معنای دنیای بی خدایی را العیاذ بالله منطق ماتریالیستی و دنیای کمونیستی را و منطق سیگانه پرستی را که با خدا شریک انتخاب میکنند در یک جمله باطل اعلام کرد که وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. فیصله الله بر این است که عبادت نکنید مگر جز از خدا، جز از خداوند متعال هیچ کسی مورد عبادت نیست. با آواز بلند بگوییم که آمنا بالله، ما ایمان داریم که خدا یکیست. ما فرزندان راستی رسول گرامی علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و اسماعیل هستیم که باور به این داریم که الله یکیست. ببینید من برای شما عرض کردم جایی که خدا خداییش را که یگانه خدا جز از من کسی دیگر نیست در قرآن بیان می کند، فوراً به دنبالش و تعقیبش حق پدر و مادر جهان انسانیت را اعلام می کند. و بالوالدین احسانا، و بالوالدین احسانا، شما احسان کنید به پدر و مادرتان به احسان کردن زیبا، احسان کنید. یعنی چون که پدر و مادر در عالم اسباب سبب برای وجود فرزند و تعیش و زندگی فرزند هست، اگر پدر و مادر نمی بود فرزندان در عالم انسانیت وجود نمی داشت. در عالم اسباب گرچه اراده خداوند اگر متحرک شود مانند شخص آدم بدون پدر و مادر وجود به دنیا می آورد، مانند عیسی ابن مسیح بدون پدر انسان به وجود می آورد، ولی در 99% یا 98% عالم انسانیت الله متعال سبب ظاهر در عالم ظاهر برای زندگی و وجود و عیش انسانها چرا انتخاب کرده است؟ پدر و مادر را. بدین طور هر زمانی که پدر و مادر سبب وجود و عیش ما و شماست، هل جزای احسان الا الاحسان، نیست جزای نیکی مگر نیکی. بنابراین در برابر پدر و مادر نیکی باید کرد. بنابراین الله متعال می‌فرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر قسمی که میرسد یکی از پدر و مادر شما یا هر دو پدر و مادر شما از سین و سال بزرگ، یعنی پدر و مادر هر دو یا یکی در وجود شما بزرگسال میشوند. آنون همیشه زمانی که
آنها سال و سنین بزرگی میرسند طبیعت و روششان مانند اطفال میشوند، همانطور که اطفال خوردگیرند اطفال بالای فرمان و مادرانشان می‌دازند و ناز می‌زنند. زمانی که پدر و مادر به سال بزرگی میرسند بالای خانواده‌شان ناز می‌زنند، خوردگیرند و حرف‌های بسیار اندک و ناچیز می‌رنجند و خفه می‌شوند. گرچند احسان و نیکی در برابر پدر و مادر ارتباط و جوانی و موسفیدی ندارد، فرزندان مکلفند که در جوانی و پیری در همه حالات از احترام ویژه در برابر والدین کار بگیرند، مگر خصوصا علل خصوص در زمانی که موسفید میشوند. نهایت طبیعتهای ایشان نازک است، بنابراین الله متعال این نقطه را پیگیری میکند و میفرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر به شرطی که یکی از پدر و مادر شما یا هر دو به سال بزرگسالی و موسفیدی میرسد و اون هم در خانه شما زندگی میکند، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، برای پدر و مادر اف نگویید، ولا تنهرهما، زجر نکنید از آنچه که شما را به تعجب میاندازد. یعنی خواهشات نایاب میکنند، به شکل طفلان از شما چیزی مطالبه میکنند، به شما حق اف گفتن را نداده است، به شما حق تهدید و زجر را نداده است. ببینید حقوق والدین از منظر اسلام عزیز، زمانی که والدین از او بزرگ می شوند و در خانه شما زندگی می کنند، قرآن نفس اف گفتن را منع قرار داد. چی جایی باشد که دو و دشنام و ضرب و لطفوت شوند، یعنی به حق والدین بالای فرزندانشان احترام دارند، اگر احیانا در ایام بزرگسالیشان خواهشات نو و نایاب میکنند و قضایای تعجب انگیز را پیشنهاد میکنند، برای فرزندان تهدید و سرزنش والدین را الله متعال اجازه نمیدهد و میگوید که فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف هم برایشان نگویید و زجر هم نکنید، بلکه چی بگویید؟ و قل لهما قولا کریما، و بگویید برای پدرتان قول نیک و جمیل و نرم، قول نیک جمیل نرم. و حتی اگر لحظه زندگیشان به اختیار خود به تشناب و بیت الخلا و کنارات توانمندی رفتن ندارند، اگر شما به تکلیف هستید در یک شب و روز چندین دوره پشت کرده بغل کرده به تشناب میبرین، و شما اجازه نیست که زشت گویید و زجر کنید که چی میکنی هر لحظه تشناب میرید. و قل لهما قولا کریما، برایشان قول نرم جمیل و نیک ارائه کنید. اینک حقوق والدین از منظر اسلام عزیز است که در تاریخ جامعه بشر، در امتداد تاریخ انسانیت، در هیچ دین این نوع حقوق را به سراغ بردن نمی شود. یکی از یاران من قضایای زندگی دنیای شهر را قصه کردن که ما در یک محفل در ماسکو زندگی داشتیم، کسی به روسی به زبان روسی بالای کسی خطاب کرد که تو را آشنا میبینم، رنگت آشنا معلوم میگردد، و اون در جواب گفت که من همان فرزند تو هم که لندن بودم، حالا در اینجا باز گشتم. فقط از دور یک فرسانی معلومی میکنند و پدر در برابر فرزند میگوید که یک روز به ما میمان میشوید و یک روز وعده میدهد میمان میشود، بار دیگر به اتاق کرایی خود میرود.
این شیوه برخورد به اصطلاح عامیانه امروز استایل دنیای کمونیست در برابر پدر و فرزند است، ولی زمانی که ما لحظه به طور عمیق و منظم در قرآن و حدیث نظری می اندازیم که حقی را که خدا و پیغمبر برای والدین داده است، رحمت و مهربانی را که برای پدر و مادر در برابر فرزند داده است، در هیچ دین نظیر است که سراغ دیده نمی شود. بعدا قرآن کریم خطاب می کند که وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پایان کن برای پدر و مادرت بال رحمت را. انسان خود بال ندارد، این کنایه از رحمت و مهربانی و عاجزی است که من الرحمه. چندین حرف است به یاد داشته باش. شماره اول فرمان الهی است که در برابر والدین نیکی باید کرد. شماره دوم است که زمانی که در خانه شما بزرگ می شود اوف نگویید. اوف که گفتن مجاز نشد، دشنام و زجر و زدن و کندن و بی‌احترامی و بغاوت در برابر فرمانشان به هیچ وجه مجاز نیست. نفس کلمه اوف به طور تهدید مجاز نیست، دیگر کلمات رو زدن در بمان. و فرمان سومش این شد که زجر نکنین ولا تنهرهما. فرمان شماره چهارم نیست که وقل لهما قولا کریما، برایشان در جریان مشکلاتشان به تشنا بردن و انتقال بیرون و درون یا به دادگر و معالج قول زشت نگویید. شماره پنجم است که بال رحمتتان در ایشان بگذارین، از رحم و ترحم کار بگیرین. شماره ششم است که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، در خاتمه برای پدر و مادر دعا کن که ای خدایا در حق این والدین ما رحم کنید، چنانچه که در خردی من اردو به من رحم کرده بودند. یک نظر به گریبان انداختن به کار زمانی که ما ایام طفولیت را سپری میکنیم، ما به چشم مشاهد میبینیم که والدین گرامی در برابر ما چی اندازه مشقت را میبردارد و در ایامی که مریض و بیمار میشویم در حمل و نقل انتقال به جای دیگر در بخاطر تداوی فرزند و دیگر گوشه پدر و مادر جمعاً چی نوع تکالیف را میبردارند. همان را به یادت بیاور، همان را به یادت بیاور و بعدا خود قضاوت کن که در شرایطی که پدر و مادرم از اختیار مانده است من چی در برابر کنم. فوراً الله متعال از آن یادآوری میکند که کما ربیانی صغیرا. این ششم فرمان الهی در برابر پدر و مادر است. برای اینکه احترام فرزندان به دو نوع بخش و به دو بخش تقسیم می شود. بعض فرزندان برای والدین برای این احترام می کنند که از پول و دارایی و دنیای والدین چیز را بربایند و بستانند، بکشند، بگیرند. و بعض فرزندان برای این احترام می کنند که خدا و رسول از ایشان خوشحال شوند. الله متعال به این مطلب هم اشاره می کند و ربکم اعلم بنفوسکم، پروردگار شما به نیتایتان عالم است که تو در برابر پدر و مادر برای چی احترام میکنی؟ آیا برای کشیدن و ستانیدن پول و زندگیشان احترام میکنی یا به خاطر رضای خدا و رسول الله احترام میکنی؟ هر دو را الله میداند. اگر احترام به رضای خدا و رسول بوده باشد و در رضای خدا منظور میشوی، در غیر آن اگر به نیت فوج و دنیا و ثروت بوده باشد، نیت از معتبر بس از طرف الله متعال بر تو ثواب و اجر احترام پدر و مادر دادن نمیشود. این بود حق پدر و مادر از نظر قرآن کریم و فرمان نص صریح قرآن که فرمان قرآن. نظر کوتاهی می اندازیم به فرمانی که در احادیث رسول گرامی علیه السلام چی چیز آمده است. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه فحافظ ان شئت او ضيع. رواه احمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح.
قاضی محمد ثناءالله پانیپتی عثمانی، یکی از علمای تصوف و دین در نظام اسلام عزیز که به نام تفسیر مظهری در قرآن کریم در 10 جلد 11 جلد کم و بیش تفسیر دارند، در ذیل این آیت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر روایت احمد و ترمذی ابن ماجه باقی کتابا نقل می‌کند. ابی درداء رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که رسول الله فرمودند که وارد قبر مبارک شما بهترین دروازه‌های جنت است اگر می‌خواهید محافظت کند در موضوع آیتان، یعنی رفتن به مقام بهترین طبقه جنت مربوط به رضایت والد و پدر و مادر بزرگوار شما. اون اختیار شما که این رفتن به این جنت مهمانخانه خدا را حفظ می‌کنید و یا از دست ضایع می‌کنید. حفظ کردن از بدین معناست اگر احترام پدر و مادر را به طور اساسی داشتی تا آخرین حیات را دقیقاً این جنت و مهمانخانه خدا را محافظت کرده دلیل از باطی هر لحظه که از دنیا می‌روی و الله تعالی حکم را بر روی تو باز می‌کنه و مهمانخانه خدا می‌روی. اگر در برابر پدر و مادر بی‌ادبی رخ می‌گیرد، رونما می‌گردد، بدانی که اون مهمانخانه خدا ضایع شد و اون کلیدی را که به تو داده بود که به اونجا دروازه را باز بکن از دست داده‌ای. بیشتر از این من چی تشریح کنم؟ یک حدیث. دوم عن عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد رواه الترمذي والحاكم وصححه. حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما می‌فرماید رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند رضایت خداوند در رضایت والد و پدر بزرگوار شما نهفته است. اگر پدر شما از شما راضی بود خدا راضی است، اگر پدر بزرگوار ناراض بود خدا از شما ناراض است. رضای خدا در رضای والد و غضب خدا در غضب والد نهفته است. ای عزیزان و دوستان و مسلمانان، این حق والد از منزل اسلام عزیز بر مسلمانان است. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه منام ولا مخلوق من خمر رواه النسائي والدارمي. حضرت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي جلیل القدر از رسول گرامی چنان ارشاد می‌کند که رسول الله فرمود 3 نفر به جنت داخل نمی‌شوند. بگویند با آواز بلند که سبحان الله نعوذ بالله من النار، از آتش دوزخ پناه می‌خواهیم. اون 3 کدامند؟ مسلمانی که بین مسلمانان خبرکشی و منافقت سخنچینی می‌کند، دوستی و محبت مسلمانان را برهم می‌زند. نمبر اول کسی که به جنت داخل نمی‌شود این است. دوم کسی که نافرمانی والدین را میکنه، عاق والدین در اصطلاح ما و شما امان را میگویند که پدر و مادر بگوید که ای بچه تو از طرف من عاق هستی. نخیر، در شریعت نافرمانی پدر و مادر در نظام اسلامی و خفا کردن و زجر و تعدید پدر و مادر در کار دین دقیقا مسلما این شخص را عاق پدر و مادر گفته میشود. سبحان الله، اگر یک پدر و مادر کسی را عاق بگوید همگان به نظر حقارت می‌نگرند، ولی روز 1001 دوره پدر و مادر را که می‌رنجاند کسی را عاق پدر و مادر نمی‌گوید، در حالی که حدیث و قرآن رسول الله عاق والدین می‌خواند اون را. دوم نفری که به جنت داخل نمی‌شده کی بوده؟ آنانی که در برابر والدین نافرمانی میکنند و عاق میشوند، این در حقیقت طغیان و سرکشی میکنند. سوم آنانی که دائم شراب می‌نوشند. در یک جمله 3 نفر را رسول الله جمع کرد. سخنچین بین مسلمانان نیزم کشی دوزخی و اون مسلمانی که نافرمانی پدر و مادر را در کار دین میکند و اون مسلمانی که شراب را به طور دائم می‌نوشد توبه نمی‌کشد
این سه با هم ردیفن و به سوی دوزخ روانند مگر این که مشیت و اراده خدا برود که ایشان در دوزخ نجات بدهد و الا اعمال دوزخی را انجام داده‌اند. از تحقیق حدیث می‌گذرم قضاوت را به شما می‌سپارم که هدف رسول الله چیست که آخر والدین و شرابی و سخنکش به جنت نمی‌رود. قضیه را به شما می‌سپارم، یعنی این سه عمل دوزخی‌ها است. ای الله توفیق و نجات از این سه عمل نصیب حاضرین ما بگردان. ای الله توفیق خدمت والدین نصیب ما بگردان. پس این حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم انف رجل اتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ورغم انف رجل ابرك ابويه الكبر فلم يدخلاه الجنه رواه البغوي والترمذي والحاكم وصححه. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خاک آلود باد دینی کسی که من در حضور اون یاد میشوم بر من درود نمیگوید. خاک آلود باد دینی کسی که رسول الله در اونجا ذکر میشود و او درود نمیگوید با آواز بلند صلی الله علیه و سلم. خاک آلود باد بدین معنا که بدبخت است. خاک آلود باد بدین معنا که بدبخت است. دینی کسی که رسول علیه السلام ذکر می شود و او به او درود نمیفرستد. یک. دوم خاک آلود باد دینی کسی که ماه رمضان را درک می کند و الله او را نمی بخشد و او گناهش بخشیده نمی شود. بدین معنا که رمضان روزه نمیگیرد و طاعات و عبادات و تلاوت و نفل و سنن ادا نمی کند. ماه رمضان ماه عبادت مسلمانان هست و این مسلمان روزه نمیگیرد، اگر میگیرد باقی طاعات و عبادات را انجام نمیدهد. آلود باد دینی همچو انسان که از فیض و برکت رمضان محروم شده است. این دو نکته هدف ما نبود، ولی نکته سوم که هدف ماست خاک آلود باد دینی کسی که پدر و مادرش را بزرگسالی درک کرده است و این پدر و مادر باعث دخول جنت بیازین نشده است. نص قرآن گفت زمانی که پدر و مادر بزرگسال می شود خدمت بکار و زجر و تأدیب نباید کرد. او کسی که پدر و مادرش بزرگ می شود خدمت نمی کند و پدر و مادر از او ناراض می شود، خواب بر دینی از او، خواب بر دهانی از او که او در همچین شرایط بجای این که پدر و مادر او را به جنت داخل می کرد و ای داخل شدن به جنت محروم شده است. سبحان الله. الله توفیق دخول جنت نصیب ما بگردان. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك رواه ابن ماجه. حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه می فرماید که یک مرد بالای رسول الله صدا زد که ای رسول الله، ای رسول خدا صلی الله علیه، حق پدر و مادر بر فرزندش چیست؟ حق پدر و مادر بالای فرزندش چه قرار است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هما جنتک و نارک، پدر و مادر جنت شما و دوزخ شماست. پدر و مادر جنت شما و دوزخ شماست. اگر پدر و مادر در کار دین و در هدایت و سوی نظام خدا و رسول چیزی به شما می فرماید و شما انجام می دهید و در عین آخر خدمت ایشان هم انجام می دهید، دقیقاً جنت شماست. اگر پدر و مادر شما را به کار دین امر نمی کند و در عین حال شما خدمت پدر و مادر را انجام نمی دهید بلکه ایشان از شما ناراض هست، دقیقاً دوزخ شماست. شما به سمت دوزخ در حرکت هستید. در یک جمله با آواز بلند بگویید که پدر و مادر جنت و دوزخ ماست. پدر و مادر چیست؟ اگر عربی میگن هما جنتک و نارک، هما جنتک و نارک میشنوم، هما جنتک و نارک، پدر و مادر جنت تو و دوزخ توست.
چه حرف زیبا و حقوقی که رسول گرامی و پدر و مادر مقرر کرده است. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح لله مطيعا في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا. قال رجل وإن ظلمه قال وإن ظلمه وإن ظلمه وإن ظلمه. حضرت عبدالله بن عباس فرزند کاکای رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که نبی علیه السلام گفتند کسی که صبح از خواب بلند می‌شود در حالی که فرمانبرداری پدر و مادرش را می‌کند، یعنی شب به رضایت پدر و مادر خوابیده است و فردایی که از خواب بلند می‌شود تا تایم بلند شدن از خواب هنوز پدر و مادر از وی راضی است، دو دروازه باز از جنت برایش باز می‌گردد، آماده است. اگر یکی باشد یا پدر یا مادر، یک دروازه جنت باز است. اگر هر دو راضی بوده باشد، دو دروازه جنت سبایی برای دو چیست؟ باز است. اگر فردایی میکند، چاشتی میکند، بیگایی میکند که نافرمانی خدا را، یعنی نافرمانی والدین در کار خدا کرده است، دو دروازه از دوزخ برایش باز است. اگر یکی از پدر و مادر بوده باشد و این نافرمانی یکی را کرده باشد، یک دروازه دوزخ برای دو باز است. به مطلب میرسیم. مردی صدا میزند که ای رسول الله، اگرچه که پدر و مادر ناراض برای ایست که در برابر فرزند ظلم کرده اند دو دوره صدا میزند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ولو که ظلم کرده باشند چون پدر و مادر ناراض است دوزخ برای این شخص باز است. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ولد بار ينظر والديه نظر رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيع. روایت دوم از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما می‌فرمایند که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ جوان نیکوکار نیست که صرف به طرف پدر و مادرش نظر رحمت و مهربانی می‌کند و دو چشم را به پیشانی باز به پدر و مادرش می‌اندازد و به اخلاق خوش طرفشان می‌نگرد مگر این که الله متعال برای اون در برابر هر نظرش یک حج مقبول نوشته می‌کند. سبحان الله. با آواز بلند بگوییم که سبحان الله. از بحر بیکران الهی چی کم می‌شود؟ از بحر بیکران الهی چی کم می‌شود که در برابر یک نظر رحمت و شفقت فرزند در برابر والدین ثواب یک حج مقبول را بنویسد. حج نه، حج ما نه، حج به دروغگویی ما نه، حجی که به درگاه خدا مقبول شده باشد چی اندازه شرف دارد که یک نماز حاجی در بیت الله، یک لک نماز اینجا و یک نماز در زیارت رسول مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم 50,000 نماز در اینجا ثوابش را تخمین کنیم، در میدان عرفات و مزدلفه همه را جمع کنیم و یک نظر ساده به رحمت و مهربانی که فرزند طرف والدین میکنه برابر چی شد ثواب آواز بلند میشنویم؟ برابر یک حج. کدام حج؟ حج مقبول. صحابه کرام رضی الله عنهم صدا زدند که ای رسول الله صلی الله علیه، اگر در یک روز 100 دوره 500 دوره که طرف پدر و مادر بر نظر رحمت بنگرد ثواب 100 دوره حج مقبول است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که بله همین طور است. سبحان الله، الحمدلله و رحمت الله. که اگر 100 دوره نظر مهربانی و والدین در یک روز صورت میگیره ثواب چند حج مقبول؟ رسول الله میگه الله اکبر و اطیع. رسول علیه السلام میفرماید که شما استدعاء نکنید، این سخن را دور ندانید، خداوند بزرگ است، از دریای فضل خدا چیزی کم نمی شود که به یک نظر یک حج به 100 نظر 100 حج و ثوابش ندهد. ببینید این حق پدر و مادر از منظر قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دوستان و یارانی که
امروز والدینشان، پدر و مادر زیبایشان از ایشان شاکی و شکایت میکنند. نتیجه جز دور شدن از نظام رسول علیه السلام چیزی دیگر نیست. نتیجه جز دور شدن از چی؟ اگر ما براستی با واقعیت نظری داشته باشیم به قول خدا و رسول، به هیچ وجه پدران و مادران ما از ما ناراض نمی شود. بسیار جای تعصب، حقوق همه موجودات در نظام رسول علیه السلام، حقوق فامیل زن و مرد و طفل در نظام رسول علیه السلام. دشمنان اسلام و توطئه های پوچ و بی‌معنا دامن میزنند که نظام رسول الله را زیر سوال میبرند. ای نوجوان مردان، ای انسانهای کوردلان و کورچشمان سیاه‌دل، بیایید نظر دقیق و مناسبی در نظام رسول الله بیاندازیم که نظر کردن به طرف والدین و به نظر رحمت ای را معادل حج مبرور قلم داد کرده است. سبحان الله. یارانی که اگر خدای نخواست به نظر غضب به والدین دیده‌اند، همینجا با آواز بلند مغفرت بخوان که الله ما را ببخش. یارانی که سر از این لحظه در برابر پدر و مادر خدمت و واقعیت صداقت میکنند، بگویند که الله توفیق خدمت نصیب ما بگردان. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء الا حقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات. حضرت ابی بکر رضی الله عنه می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند هر گناهی که جز از کافر شدن انسان گناهکار می‌مرد، الله متعال می‌بخشد اندازه‌ای را که می‌خواهد قدر مشیتش می‌بخشد، جز از راه‌هایی که نافرمانی والدین می‌کنند. سبحان الله. نعوذ بالله من حقوق الوالدین. فلا می‌خواهیم از نافرمانی والدین، جز از کسایی که نافرمانی والدین می‌کنند دیگر گناه‌ها را الله متعال می‌بخشد. خود متوجه شدیم که چقدر زیبا، چقدر زیبا. چرا؟ تعجیل می‌کند قبل از مرگ جزا داده می‌شود. این ناجوان مرد است. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بر روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می‌فرماید، روایت احمد و ابن حبان می‌کند و می‌فرماید که از گناه‌های بزرگ دشنام زدن والدین است. سبحان الله. یکی از گناه کبیره و گناه بزرگ چی شد؟ دشنام پدر و مادر. صحابه کرام پرسان می‌کنند ای قربان، ای ناز، ای نور چشم ما، آیا کسی هست که پدر و مادر را دشنام کند؟ در هست؟ قرن صحابه بود، قرن خیر القرون بود، برکت صحبت رسول الله بود که به نظر همه صحابه‌ها دشنام زدن والدین بسیار اخبار نایاب به نظر می‌آید و می‌گویند آیا کسی هست که پدر و مادر را دشنام بفرستد؟ یعنی در زمان ما که در یک روز چهارشنبه شده یک دوره پدر و مادرش را دشنام می‌کنند. سبحان الله. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بلی کسی هست که پدرش را دشنام می‌زند مادرش را گفتند نیست. زمانی که تو پدر و مادر کسی را که دشنام می‌زنی و او پدر و مادر تو را دشنام می‌زنه نمی‌زند. اگر ما پدر اون رو و مادرش را دشنام نمی‌کردیم او پدر و مادر ما را دشنام می‌کرد. در واقع زمانی که ما کسی را پدر و مادرش را لعنت می‌کنیم عیناً پدر و مادر کی را گفتیم؟ خود ما را. اگر ما با پدر و مادر او دشنام نمی‌کردیم او با پدر و مادر ما دشنام نمی‌کرد. این معنی قرار داد رسول گرامی صلی الله علیه و سلم. یکی تو دیگه که داد زدی او پدر و مادر تو را که ناروا شد و گناه کبیره شد
پس اگر عمل مستقیما به پدر و مادر دشنام فرستاده میشه، آیا این چطور گناه قضاوت را به شما میسپارد؟ سبحان الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك 3 مرات. ثم قال ابوك. حضرت ابی هریره رضی الله عنه می‌فرماید مردی پیش رسول الله آمد گفت در تمام مخلوقات همون کسی که زیاد احترامش بر من لازم است کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مادرت. پرسان کردند که بعد از مادرم کیست؟ گفت مادرت. پرسان کردند که بعد از مادرم کیست؟ گفت مادرت. 3 دور سوال رفت که مادرت. دور 4 پرسان کردند که بعدم گفت پدرت. امام قرطبی رحمت الله علیه این حدیث امام مسلم بخاری دیگر کتابان حدیث را در قرطبی در ضمن این آیه‌ای که ما به حضور شما خواندم جلد 10 صفحه 209 نقل می‌کند و می‌فرماید از این آیت از این حدیث فهمیده می‌شود که حق مادر نسبت به پدر بیشتر است. در یک جمله قضاوت را من اینجا نمی‌کنم. حق پدر و مادر در برخی احادیث یک رنگ مساوی معلوم می شود. در برخی احادیث حق مادر نسبت به پدر به 3 دلیل 3 چند پدر معلوم می شود. چند؟ یعنی 3 مشکل حساسی است که مادر برداشته و پدر نیست. اول کدامش؟ مشکل نگهداشت 9 ماه در شکم و در بطن مادرش. 9 ماه مکمل، دوران اول دوران دلبدی ها و گذشته از آن دوران وزن شدن و مشکلات های دیگر. دوران 9 ماه مشکلات است که مادر برداشته پدر برداشته نه. دوران دوم دوران آمدن طفل از دامان پاک مادران ما و شما که آمدن و تولد طفل کار ساده نیست، مشقت و مشکل دارد و یا خیر دارد. آیا این دوران بر پدر می آید؟ نه خیر. دوران سوم دوران تربیت در ایام طفولیت، شستن و شیر دادن و باقی مشکلات از خواب شب بلند شدن و اون طفلک را پروریدن. آیا این دوران به ما پدر می آید؟ نه خیر. امام قرطبی رحمت الله علیه در این حدیثی که در جلد 10 نقل می کند صفحه 209 و این 3 دلیل میگه حق مادر نسبت به پدر چند برابر است؟ 3 برابر. ولی با تأسف از فرزندان امروز ممکن فرزندانی را باشد مردم مسلمان دارند که برای مادرش و بی‌شرمانه ترین وجه جشنام میفرستد فلانم در فلان قضایا من در اختیار دارم. سبحان الله، نعوذ بالله. این فرزندی است که زمانی که پیداگری داشت پدر و مادر قسم میخوردن، قرآن میخوردن، رشوه میخوردن، دور از روی دیگه قضایای بدبختی را انجام میدادن، پول حرام دیک و کاسه میکردن و از اون تغذیه میکردن، سرانجام بستری میکردن، از آن حمل برداشت که امروز دشنام به مادر میفرستن، در حالی که این مراحل سیگانه خطرناک به مادر صدری کرده است. به هر صورت این که مادر حقش بالاتر هست یا نیست در بعض روایت ها مساوی معلوم میشه. ما هر دو را یکسان میدانیم که پدر و مادر نهایت بالای فرزندان چی دارند؟ حق دارند. حق پدر و مادر به این اندازه زیباست. میدانین و یا خیر. عن ابي حسين رضي الله تعالى عنه قال بينما انا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من ابوي شيء بعد موتهما ابرهما به؟ قال نعم خصال 4 الصلاة عليهما والاستغفار بهما وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما وهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. رواه احمد وابو داود وابن ماجه من عبد الله بن سليمان. ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر معتمد دیگر مسلمانان در جلد 3 صفحه 51 این حدیث را نقل می‌کند که حضرت ابی حسین رضی الله عنه فرمودند لحظه به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم، یک مردی از انصار مدینه آمد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضور مبارکشان خطاب کرد
و قربان از پدر و مادرم بعد از مرگش بر من چی باقی مانده است. یعنی یکی مسئولیت فرزند در کنار پدر و مادر در حیات است، یکی بعد از مرگ است. تا اینجا که من صحبت کردم احترام در حیات پدر و مادر بود. حالا نظری به قول رسول الله می اندازیم که بعد از مرگ در برابر پدر و مادر چی چاره کنیم و چی کار کنیم. آیا خدمت پدر و مادر تا حیاتشان بر مایان لازم است و زمانی که داعی اجل و لبیک میگن و ملاقات خدا میروند اگر نیک و صالح بوده باشند چی هست در ما باقی مانده است؟ آیا سر قبرش چای عمیق بکنیم و او ترپم بشانیم خادم بگیریم سر قبرش رهاب بزنه که تازه شود؟ به هیچ وجه این نیست. این مصرف ناحق و نادرست است. چی کاری باید کرد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله 4 خصلت باقی مانده است که بعد از مرگ مکلف هستی که برای پدرت بکنی، برای مادرت بکنی. خب مشخص با آواز بلند بگوییم چند خصلت؟ اول الصلاة علیهما، رحمت بر پدر و مادرت بخواه از الله متعال. چی بخواه؟ ای الله پدر جان و مادر جانم را بعد از مرگ بالایشان رحم بفرما. اول از این جا میگویم از من شروع ای الله متعال ما خود در حیات من مشخصا خودم را اشاره میکنم که 18 سال از سفر من است و مادرم در سن 11 سالگی جام شهادت نوشید با 3 برادر و 2 همشیره هم در یک آن در اثر بمباردمان خشونی سر و پدرم بیشتر از 7 سال می شود وفات شده است. من در حیاتشان خدمت نکردم. من الله از تو توفیق این 4 خصلت را میخوام. اول از این جا میگویم که با والدین من و حاضرین مجلس رحم بفرما. اولین خصلتی که از والدین بالای ما و شما باقی مانده است بعد از مرگ باید ما به اونا دعا کنیم. شب و روز که در نظام فاسد و دنیا غرقیم میراث زندگیش را کلان کلان میخوریم. چقدر ما دعا کرده ایم ما در برابر کفران در حیات و مماتشان مقصریم. یک. دوم الاستغفار بهما، دوم خصلتی که بعد از مرگ پدر و مادر بالای مایان باقی مانده است طلب بخشش از گناه ایشان است. هیچ کس معصوم و پاکدامن نیست. ای الله اگر دعای ما به درگاهت قبول می شود، اگر والدین ما گناه داشته باشند مغفرتش را در این روز بزرگ از تو میخواهیم ببخشا. والدین ما را و والدین خانواده ما را ببخشا و توفیق بخشش خواستن نصیب ما بگردان. خصوصا که من در حیات خدمت نکردم آرمان خدمت والدین در رسید دلم هست. در باب والدین مغفرت میخواهم. سوم انفاق و عهدینا، نافذ کردن و عملی کردن فرمان و وصیت والدین است. والدین شریفین که مسلمان در وقت مرگ میگویند که ای فرزندان و خانم دخترانم اگر من میدونم بعد از سر من بیدار شوید، بعد از سر من نماز روزه و تلاوت میکنید و در حق من مملوک و مغفرت بکنید، خداوند از زبان من را مناسب و مرتبه مصرف کنید، باید امور وصیت و عهد بلغ پیمود شود و پا شود. این شعور خصلت است. چهارم خصلت آنیان و دوستان و آشنایان بیدار به خبر مادر و امجاد و اونها اکرام ندارد و اونها اکرام رسول رحمی ندارد. کسانی که در حیات پدر ما و پدرای ما دیندار همونن و آشنا همونن بعد از وفات پدر به سبب آشنایی پدر و مادر ما ضروری هست. اما وقتی که دیندار بودن کارتن یا درکار نباشن وسیله رحمی در برابر آنانی که مخاطر پدران در برابر شما سیله رحمی میکنند بلکه پدران نیکدام هستند که آشنایان پدر و مادرشان در برابر فرزندانشان نهایت سیله رحمی میکنند در برابر ایشان تو هم باید سیله رحمی میکنید. این 4 خصلت است که بعد از مرگ پدر و مادر بالای باید مومن میمانند. باقی منم ببینیم اول رحمت خواستن از خدا بالای پدر و مادر. اول چی بود؟ دوم مغفرت خواستن. سوم عملی کردن چیزشان، وصیت و عهدشان. چهارم همکاری و یارانشان وسیله رحمی به کسایی که به خاطر
بعد از مرگ بالای پدر و مادر باقی ماند. و یاد داشته باشین آیا این خیرات های تظاهرانه و ریاکارانه، این اسپندود کردن هایی که من گفتم، این بدعاتی که در پاتگیری ها می شود و این چاهای عمیقی در قلب کنده می شود و این خیردار هایی که آب می زنند به این چهار حق آمد با آواز بلند بگوید. کسی که بیرون از این چهار خدمتی از دین بیرون بعد از مرگ پدر و مادر را نمی کند بلکه در چوکات دین می کند، دستش را بلند کند. من پیمان می کنم والله علی ما نقول وکیل. این چهار چیزیست که با پدر و مادرتان همکاری می کند. بعد از مرگش در قبر پدر و مادر نور می بارد. اگر ما قرآن بخوانیم در قبر مادر نور ببارد، ثوابش را ببخشیم اشکالی ندارد. و یاد داشته باشیم که این قدر زیبا هست. عن سلیمان بن برید رضی الله عنه عن ابیه ان رجلا كان في الطواف حاملا امه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل اديت حقها قال لا. اگر چنین حدیث در ارتباط لفظش کمکی ذوق دارد با آنم ما نظر به معنا میکنیم. حضرت سلیمان بن برید رضی الله عنه میفرماید یک مرد در جریان طواف بیت الله الحرام مادرش در پشتش طواف میداد، مادر مبارکش را به پشت بلند کرده چی میداد؟ در برابر از رسول الله پرسان میکند آیا من حق این مادر را بعد از این طواف ادا کردم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که نه خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که نه. ای الله ما خود در برابر والدین چنان خدمت نکردیم و رسول الله انتخاب کرده است که هما جنتک و نارک، پدر و مادر جنت و دوزخ شماست. ای الله ما از دوزخ رفتن می‌هراسیم، می‌ترسیم، ما چطور جنت برویم؟ ای الله رحمت بر والدین ما، آمین. ای الله استغفار با والدین ما، آمین. ای الله چهار خصلتی که برای پدر و مادر بعد از مرگ نفش میرسد توفیق عملیش را به جان اسلام از تو میخواهیم. این بود حقوق والدین از نظر اسلام عزیز. در سوره لقمان جزء 21 یک جزیه بسیار خطرناک دیگر را هم اشاره می شود و ایست. تا اینجا حقوق پدر و مادر در حیات یا بعد از وفات وقتی که مسلمانان بوده باشند. اگر این دو پدر و مادر کافر بوده باشد چطور کنیم؟ قرآن کریم به حد حقشان را میگوید که وصاحبهما فی الدنیا معروف. آیت را غلط نخوانم. حاصلش چیست؟ اگر پدر و مادر کافر تو را به گناه امر میکنه، از تو میخواهد که مانند پدر و مادر کافر شوی، تو شرابی شوی، زناکار شوی، سودخور شوی، دربدر شوی، قرآنخور شوی، زکات نتی، عشر نتی، به این مسائل پدر و مادر امر میکنه چی چاره کنی؟ قرآن کریم به صراحت میگوید که در گناه اطاعت پدر و مادر ضروری نیست، لازم نیست، بلکه نکن. ولی وصاحبهما فی الدنیا معروفا. در کار دنیا بازم صحبت نیست. در اخلاق دنیایی در برابر پدر و مادر کافر تو را گناه اجازه نداده که بد اخلاقی کنی، ولی آخرین کار چی کار میکنی؟ تو گپشان نگی، کافر نشو، سود نخور که میگه زکات نتی بده، میگه عشر نتی بده. خلاصه باید آواز میشنوم اگر پدر و مادر به گناه امر کند ما عمل کنیم. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. طاعت در باب عمل برای مخلوق و گناه به خالق این نیست. این جزیه فقه ما به حد هست که کافر هم بوده باشد در برابر اخلاق دنیایی را ما روش نیک را انجام بدهیم. و حتی جزیه فقه حنفی ما در هدایه و دیگر کتاب‌های فقه می آید اگر پدر کافر فرزند مسلمان است در سنگر جنگ یکی علیه دیگر واقع می شود، برای بچه حق نیست که این پدر کافر را بکشد. از سنگر جلو یک طرف برود و یک کسی بیگانه یا غیر بچه دیگر کس به سنگر بیاید و این پدر را بکشد. به این اندازه برای پدر حق قائل از شریعت عزیز. بله
اگر جز از این که پدر را بکشد دیگر راهی نیست. پدری بچه مسلمان را میکشه، موقع به تبدیل سنگر نیست. اگر این بچه پدر خدا نکشه پدر میکشه، در همچون لحظه باز میگوید که ای فرزند مسلمان بزن یک مرمی پدر کافر که بمیره. در غیر از او در صورت امکان اجازه به قتلش نمیدهند. ما عنوان داده بودیم که حقوق والدین از منظر اسلام عزیز. با آواز بلند میشنوم در بدری های امروز بین پدر و فرزند چند درصد از آوازتان را میشنوم؟ بله 61 برادر میگه، 81 برادر میگه، 90% دیگه برادر میگه. این مشکل نافرمانی والدین از کجا به میان آمده است؟ با آواز بلند نظرتان میشنوم. از بیخبری از نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر این احادیثی که من با آیت آموزش شما بیان کردم با سند و اسناد ما به این عمل کنیم آیا مشکل است؟ و یک منبع دیگه هم داره این مشکل. چی داره؟ کدام است همون منبع؟ نظام فساد دفتر دیجیتال خصوصی در خانه های ما. اما تو راست یا نه؟ وقتی که در اون صحنه فساد که ما دیدیم هرچی که از دل ما آمد میکنیم دیگه. بیاییم یک بار دیگر مجددا به شریعت رسول الله نظر اندازی کنیم، گوش به کلام خدا و رسولش قرار دهیم، توطیه ها و دسیسه های پوچ دشمن در پشت سر بگذاریم. پس شما ببینیم که حق واقعی برای انسانیت و زن و مرد که مادر ما زن است پدر ما مرد است، حقوقی که انسان را به جای میرساند در شریعت ماست یا در جای دیگر آوازتان میشنویم. بگوییم که الحمدلله الذی هدانا للاسلام. حمد و ستایش خدای را که ما را چی خلق کرده؟ مسلمان خلق کرده است. بیشتر از این من فکر نکنم که چیزی باقی مانده باشد. راستیش که حق پدر و مادر بیخی از تأمین انسانیت بالا بوده. تا حد توان بکوشیم که پدر و مادر از آن نشود. اگر میخواهیم که سعادت را، اگر میخواهیم که مقام بلند جنت را، اگر میخواهیم که مهمانخانه خدا را، اگر میخواهیم که رضای خدا و رسول را به دست بیاوریم، کی از ما ناراض نشود؟ پدر و مادر. چی وقت از ما ناراض نشود؟ وقتی که ما را به کار دین عمل میکند. اگر پدر جان یک طرف در کمپل قمار و بچه جان دیگر طرف، پدر جان یک طرف تکیه به تلویزیون بچه جان دیگر طرف، پدر جان در یک اتاق زناخانه است بچه جان دیگر طرف. حتی قضایای را میشنوم که با دوستا خفه نشوین، استادهای کورس 2 نفر پدر و بچه یک دختر رو زنا میکنه علیه بالله. سبحان الله، سبحان الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. این کار خدا اطاعت پدر و مادر ضروری باشه. ابراهیم خلیل در برابر آزار پدرش در یک روایت کافر است، دیگر روایت چطور قیام کرده است؟ در قدم نخست در برابر پدر قیام کرد نکرد. گفتی با قومش در یک جمله گمراه هستی، گفت نگفت. پس این درد با ما است یا نی؟ این پدر زناکار را توصیه باید کرد، این پدر سودخور قسمخور را توصیه باید کرد. پس زمانی که پدر و مادر جمعاً در جرم شریک باشند، آیا ما از اون فرزند احترام پدر و مادر خواسته میتوانیم؟ آیا بعد از مرگش این 4 خصلت را که ما گفتیم در قبال پدر و مادر ادا میکنه؟ پس خود پدرم مقصر شد نشد. در من وقتی من غصه میشوم، بسیار خفه میشوم، چی میگویم؟ میگویم همین طور پدرهایی که در شرایط امروز هست باید که بچه های از اینا در 4 شنبه 4 بار، در 5 شنبه 5 بار اینا را بزنه. چرا؟ به خاطری که تعلیم دین ندادن، به خاطری که در مجلس فساد کردی بچه مشترکاً فساد کرد. البته این ما که خفه میشم. پس همون طور بچه وقت پدر چی میشناسه، که مادر چی میشناسه. او 1000 ماهانه در فیسی کامپیوتر نیست، در 20 روپیه پنجشنبه پولی مادین پیشانی رو 41 چی میگه؟ او همون که پدر 5000 زدن نکار است. پس اگر میخواهیم که دالده احترام شما شود، خوردن حلال، نوشیدن حلال، پوشیدن حلال، وارم در بدر نکنیم، خودتانم در بدر نکنیم و در این حال بچه های تعلیم مدارس ببینن، تعلیم مکتب ببینن، حقوق پدر و مادر بشناسن. سرانجام تا باشد که ما در این عمر وقت بزرگ میشویم، در آخر عمر از فرزندان خود راضی شویم. بیشتر از این وقتتان نمیگیرم. در خاتمه دعا میکنیم اول خداوند متعال مرا توفیق عمل با آنچه که گفتم نصیب بگرداند. خداوند متعال خانواده ما را، فامیل ما را مستقیم برای زندگی ما را،
نصرنا حقا إلى يوم القيامة مجلس صحابي دين رسول الله یا الله عاشقان فرمان خدا را عاشقان فرمان رسول الله را توفیق مزید نصیبشان بگردان یاران و دوستانی که در اینجا برای شنیدن قول خدا میآیند از ناحیه‌های دور و نزدیک جمع میشوند الله بر برابر قدمشان هر جا در دل بفرماید دینداری نصیبشان بگردان نماز جماعت و توفیق نصیب